سلام به همه دوستان گرامی. هیروسیار هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز میخوام درباره سایت رویال ای پی آی صحبت بکنم که مهمترین سایت بازی کلش رویال هست و در این سایت اطلاعات خیلی خوبی رو به ما میده. من در گوگل سرچ میکنم رویال ای پی آی و اولین سایتی که برام میاد همین سایت مد نظر ما هست. روش کلیک میکنم و داخل این سایت وارد میشم. این سایت بخش مختلفی داره که یکی از بخشاش اینه که ما بتونیم پروفایل خودمون رو خیلی جامع و کامل چک بکنیم که همونطور که اینجا خودش آماده شده روی بخش پروفایل خودمون در بازی کلش رویال میزنیم و پایین اسممون تگی که برای هر بازیکن است و منحصر به فرده رو کپی میکنیم و اینجا پیست میکنیم و اطلاعات خودمون رو میبینیم. بخشی که امروز میخوام درباره‌اش صحبت بکنم بخش معرفی دک ها یا همون دسته نبردهای بازی هستش که اولین قسمت میاد هر هفته که چالش یا ایونت جدیدی میاد اینجا بهترین دسته نبرداشو معرفی میکنه. پایینتر نورمال بتل داریم، گرند چالش، التیمیت چمپیون، رنکد و لدر. من اینجا به نورمال بتل اشتباه دستم فکر کنم خورد. ما اینجا به نورمال بتل کار داریم و روی نورمال بتل میزنیم تا ما رو توی این بخش ببره. خب دوستان، هر بخشی که میبینید اینجا گفته چه کارتایی داره و این پایین هم حالا به صورت خیلی ریز گفته تاورش چیه که حالا این تاورش پرنسسه و اکثر دکا تاور پرنسس دارن. ریتینگش اومده گفته یوزیج یعنی چند نفر از اون استفاده میکنن. آمار برد و باختش هم که مشاهده میکنین که هرچی بیایم پایین تر دکای مختلفی هست. حالا اون دکایی که من پیشنهاد میکنم و خودم بیشتر دیدمشون و میشناسمشون بالون سایکل و سعی میکنم دوستان اون دکایی که قدیمی تر هستن و از قبلا تا همین الان توی کلش رویال هستن رو بگم که برای دوستانی که میخوان اون دک ها رو لول اپ کنن و لولشون رو ببرن بالا، دکایی بر ندارن که مثلا یک سیزن بافه، یعنی یک سیزن خیلی قویه و یک سیزن ممکنه ضعیف باشه. دک بالون سایکل است که به نظر من دک مطلوب و خوبیه که این دک میشه. دک آرجی که چند سیزن یعنی چند ماهی هست تو کلش رویال که این دک خیلی قوی شده و هر سیزن دارن نرفش میکنن و ولی بازم استفاده کننده های زیادی داره این دک و ازش نتیجه خوبی هم میگیرن. دک بعدی که من اینو خیلی پیشنهاد میکنم برای ایرانی ها که خیلی از ایرانی ها با این بازی میکنن و انگار دست به بازی ایرانی ها برای این دک خیلی مناسب هست. بازی پکا بریج اسپم هست، دسته نبرد پکا بریج اسپم هست که این دسته نبرده که کارتاشو میتونین مشاهده بکنین که حالا اگه مایل باشین ویدیو بعدی هم درباره معرفی این دک هست که برای دوستانی که میخوان با این دک آشنا بشن و حدوداً سبک بازی این دک رو بفهمن میتونن بیان ویدیو رو نگاه کنن. ولی حالا برای دوستانی که حرفه‌ای این دک هستن و میخوان با این دک یک شاهکار عجیب رنگ خوب یا گرند و اینایی بزنن، ویدیو پیشنهاد نمیشه. کلا چنل ما درباره خیلی پرو پلی ها نیستش. و ببینیم پایینتر حالا منم چه دکایی بهتری است. این دک ووتاپ هست اسمش که حالا خودم به شخصه با این دک خیلی حال نمی‌کنم. این دک ایکسپو هستش که خیلی کنترلیه و قدیمی هم هست، خیلی قدیمیه و میتونی از این استفاده بکنین. ولی خب اونقدر رو برای اینکه کلا دکایی که سایکل هم و سبکن نیاز به یک پینگ خوبی هم دارن، به نظر من یک اینترنت پرسرعت خوبی دارن که کارتا سریع بریزیم و ازشون استفاده بکنیم که من خودم خیلی مایل این کار نیستم. دک لاگ بیت هست که اینم خیلی دک معروفه و خیلی قدیمی هست. این دک لاگ بیت که حالا نسخه اورجینالش اینه که به جای دارت گوبلین که این کارت میشه به جاش راکت داره و به جای این کارت اسکلتون گوبلین گنگ داره که میتونی از این دک هم استفاده بکنین، حالا از این نسخهش یا از اون نسخه اورجینالش. دک بعدی دک هوک سایکل است که اینم بسیار بسیار قدیمی هستش و این هم بسیار دک خوبیه، خیلی باش بازی میکنه و نتیجه گرفتن. و
این هم هوگ زلزله هست یا هوگ ارتکویک که این هم میشه گفت کمی شبیه هوگ سایکل هست. و بله حالا فکر کنم دیگه اینجا کم کم تموم بشه. این هم هوگ سایکل است. حالا فکر کنم اِوولوشن های مختلفی و هیروهای مختلفی توش گذاشتن. و حالا اینجا میتونیم مثلا بیاین هر چالش یا ایونتی که می‌خواستین انجام بدین میتونین تو این بخش هم بیاین و اینجا حالا توضیح داده که کدوم دکا خیلی بهتر است. مثلا این دک هست که کسایی که از این دک استفاده کردن 90%شون وین گرفتن. حالا 31 نفر بازی کردن و اینجوری نیست که شما حتما بتونید با این دکا وین بگیرین. حالا اون مهارت اون شخص و حالا به هر دلیلی خیلی تأثیر داره، ولی خب اینجا بهترین دکای هر چالش رو میاد بهتون پیشنهاد میده و شما میتونین از این دکای خوب بازی استفاده بکنین. و کلا این سایت خیلی به درد میخوره. حالا من میام درباره کلن ها، پلیر ها و هر چیزی که میخواین میتونین درباره‌اش رو نگاه بکنین. و حالا اینجا اگه خیلی حوصله‌اشو داشتین و پیگیر بازی بودین یک سری مقاله ها میذاره درباره بالانس و تغییرات بازی و اینا که میتونین اینا هم تماشا بکنین. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک بکنین و کانال منو سابسکرایب کنین تا با همدیگه بیشتر پیشرفت کنیم. موفق باشین.